سلام به همه، احسان هستم. اینجا کانال تخصصی فروش استراتژیه. اگر ویدیو اول منو دیده باشین در مورد 3 اشتباه بزرگ فروش با هم صحبت کردیم. امروز میخوایم یه قدم جلوتر بریم و اگر میخواین جایگزین تو فروش نشین 3 اصل رو باید حتما از امروز وارد کارتون بکنیم. اصل اول، ایجاد ارزش قبل از فروش. شما حتما یادتون باشه قبل از اینکه بخواید پولی رو از مشتری بگیرید یا جنسی رو به مشتری بدید باید یک چیزی به مشتری اضافه کرده باشید. حالا این میتونه اطلاعات باشه، دیدگاه باشه و غیره. همیشه بچه‌ها یادتون باشه که فروش از اعتماد شروع میشه، نه از معرفی محصول. دومی از پیگیری هوشمندانه است، نه سمج بودن. یک فروشنده حرفه‌ای همیشه یه پیگیری هوشمندانه انجام میده، نه اینکه با این سوال باشه آیا تلفن من ندیدی جواب ندادی؟ نه اصلا این مورد وجود نداره. همیشه یادتون باشه ما برای رسیدن به یک فروش ارزشمند یک پیگیری هوشمندانه رو به وجود باید بیاریم تا بتونیم ارزشمند کارمون رو جلوه بدیم. اصل سوم، برنامه داشتن برای تماسه. همیشه یادتون باشه فروشنده حرفه‌ای برای هر تماسش، برای هر جلسهش، برای هر برنامهش یک دیدگاه، یک نظریه و یک برنامه داره. برای همین همیشه موفقه. همیشه یادتون باشه فروش بدون برنامه مساوی با شانسه، ولی فروش حرفه‌ای مساوی با سیستمه. برای همین همیشه برای رسیدن به یک فروش حرفه‌ای برنامه داشته باشید. دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما من سابسکرایب کنید، چون بعد از دیدن ویدیوی اول و دوم من متوجه شدید که در اینجا میخوایم یک فروش از ابتدا تا انتها برای یک فروش حرفه‌ای و استراتژی کامل در کنار هم دیگه باشیم. هر روز یک ویدیو، یک پیشرفت